سلام بر بینندگان عزیزم. به کانال روانشناسی شاد زیستن با ژیلا خیلی خوش آمدید. من امروز میخوام در مورد یک پرسش اساسی صحبت بکنم و اون این که خوشبختی چیه؟ آیا پول و ثروت، شهرت و موفقیت خوشبختی میاره؟ همه ما از کودکی یاد گرفتیم که اگر که در درس موفق بشیم، اگر که مدرک تحصیلی بالایی بگیریم، اگر که شغل پردرآمدی داشته باشیم و خوشبخت میشیم. در حالی که لزوما اینها همه بستگی به خوشبختی نداره. ببینید، موفقیت یعنی اینکه به یک هدف مشخصی برسیم. مثلا هدفمون این باشه که در کنکور دانشگاه قبول بشیم. وقتی که در کنکور دانشگاه قبول شدیم احساس موفقیت میکنیم، ولی لزوما این خوشبختی نیست. راه اندازی کار و شرکت و کمپانی و به دست آوردن ثروت هم نمیتونه خوشبختی باشه. اینها همه ممکنه موفقیت باشه ولی خوشبختی نیست. خوشبختی یک چیز درونی و پایداره، از درون ما میاد، آرامش درونی و رضایت درونی ماست. خوشبختی نه یک نقطه بلکه یک مسیره، یک احساس عمیقه که بیشتر به کیفیت رابطه ما با خودمون و دیگران مربوط میشه، نه به دستاوردهای بیرونی مثل ثروت و شهرت و موفقیت. موفقیت و ثروت میتونه با ابزار آماری و ارقام سنجیده بشه، در حالی که خوشبختی جنبه کمی نداره، کیفیته، یک حس مداوم و عمیقه. براتون مثال بزنم. مثلا اسکندر مقدونی فاتح بزرگی بود که دنیا رو فتح کرد، اما این یک موفقیت بزرگ بود و برای اون خوشبختی نیاورد. اون در زندگی هیچ وقت آرامش نداشت و معنی خوشبختی رو نچشید و خیلی زود هم مرد. آرامش نداشت و در جوانی هم مرد. بودا شاهزاده‌ای بود با ثروت فراوان، اما خوشبختی رو در کاخ پیدا نکرد و از همه امکاناتش گذشت تا به خوشبختی برسه و به معنا برسه. بسیاری از ستارگان هالیوود شهرت دارن، زیبایی دارن، ثروت دارن، اما خوشبختی ندارن. سرانجام به دراگ و مواد مخدر پناه میبرن، دچار افسردگی و اعتیاد میشن. در مقابل ممکنه فردی در یک روستای کوچیک زندگی کنه، با خانواده‌اش صمیمی باشه، با دوستانش صمیمی باشه، آشنایان و دوستان زیادی داشته باشه، روابط اجتماعی خوبی داشته باشه و احساس آرامش و خوشبختی بکنه. خوشبخت‌تر از یک میلیاردر مشهور باشه. یا مثلا یک دانشجویی که با صرف وقت زیاد، با سختی و با اضطراب زیاد بالاخره موفق میشه که مدرک تحصیلیش رو بگیره، باز هم احساس خوشبختی نمیکنه، دچار اضطراب و بیقراری است برای آیندهش. برعکس، مادری که وقت خودش رو صرف رسیدن به فرزندانش میکنه، با عشق و محبت خونه کوچکش رو اداره میکنه و از اون زندگی سادهش لذت میبره، شاید مدرک نداشته باشه، شاید ثروت نداشته باشه، شاید مقام اجتماعی نداشته باشه، ولی از اون زندگی ساده خودش لذت میبره، احساس آرامش داره و احساس خوشبختی میکنه. خب حالا که فرق میان موفقیت، ثروت، شهرت و خوشبختی رو دانستیم، ببینیم که چرا موفقیت، شهرت و ثروت لزوما خوشبختی رو نمیارن به دنبال. اول اینکه موفقیت حد و مرزی نداره. وقتی که یه موفقیتی به دست آوردیم به دنبال یک موفقیت دیگه هستیم. همینطور این چرخش ادامه پیدا میکنه. مثلا فرض کنید اگر که یک خونه خریدیم و احساس موفقیت کردیم، بعد از مدتی میخوایم خونه بزرگتری بخریم، بعدش هم میخوایم یه ویلا داشته باشیم،
بعدش هم میخوام یه خونه در خارج از کشور داشته باشیم. همینطور این چرخش ادامه پیدا میکنه و اون رضایت و آرامشی رو که باید داشته باشیم به دست نمیاریم، دائمی نمیتونیم داشته باشیمش. همیشه خوشبختی و رضایت رو موکول به فردا میکنیم، از امروزمون راضی نیستیم و لذت کافی نمیبریم. دوم، مقایسه اجتماعیه. یعنی موفقیت اغلب به چشم دیگران تعریف میشه. ما خودمون رو با اطرافیانمون مقایسه میکنیم و احساس موفقیت یا عدم موفقیت میکنیم. حتی اگر که به یه دستاورد مهمی هم برسیم، بازم نگاه میکنیم که دیگران از ما بالاترن، دستاوردهای فلانی بیشتر از ماست. در نتیجه احساس کمبود میکنیم و خودمون رو موفق نمیدونیم. مثلا اگر که یه ماشین نو بخریم، بعد میبینیم که دوستمون یه ماشین مدل بالاتر خریده، پس اون موفقه، ما نیستیم. حس میکنیم که کم آوردیم. این مقایسه دائمی مثل سمیه که از درون ما رو میخوره، از درون ما رو نابود میکنه، از درون آرامش ما رو از بین میبره. سوم، شهرت و قدرت. شهرت ممکنه در اول به نظرمون بسیار جذاب بیاد، ولی واقعیت این هستش که آدمای مشهور همیشه زیر ذره بینن. بار سنگینی روی دوششون هستش. همیشه باید فکر کنن که اشتباه نکنن که تصویر اجتماعی اونها خراب بشه. این فشار دائمی میتونه اونها رو از آرامش زندگی ساده محروم میکنه. در مورد قدرت هم همینطور هست. هر چقدر که قدرت بیشتری داشته باشی، ترس از دست دادن اون قدرت بیشتر میشه. تاریخ پر از پادشاهانی است که با داشتن قدرت زیاد همیشه در اضطراب، نگرانی و ترس به سر بردن. همیشه در ناامنی به سر بردن و حتی فرزندان و خانواده های خودشون هم کشتن تا اون قدرت رو از دست دادن. چهارم، ثروته. ثروت ممکنه امکانات زیادی رو به ما بده، مشکلات زیادی رو حل بکنه، میتونه آرامش بیاره، ولی نه آسایش. وقتی که نیازهای اساسی برطرف بشه، دیگه ثروت زیادی تاثیر کمتری بر شادی داره. بسیاری از افراد ثروتمند با وجود امکانات زیاد بازم احساس تنهایی و احساس پوچی میکنن. در مقابل کسانی با درآمد معمولی ولی داشتن یک خانواده صمیمی و دوستان صمیمی احساس خوشبختی بیشتری میکنن. ثروت اگر که با ارزش‌های درونی هماهنگ نباشه، بیشتر به بار نگرانی و مسئولیت تبدیل میشه تا به منبع آرامش و خوشبختی. خب پس حالا ممکنه از من سوال بکنید که پس ریشه های خوشبختی چیه؟ قبل از اینکه وارد این مبحث بشم، میخوام ازتون خواهش کنم که دکمه سابسکرایب و دکمه لایک رو بزنید و از این کانال حمایت بکنید. خیلی ممنون میشم. اولین ریشه خوشبختی داشتن روابط سالم با خوده. خوشبختی از درون آغاز میشه. کسی که خودش رو نمیپذیره همیشه با خودش در جنگ و احساس خوشبختی و آرامش نداره. تمرین خودشناسی، مراقبه، نوشتن، حتی گفتگوی صمیمی با دوستان، اینها میتونن به آشتی درونی و پذیرش خود کمک بکنن. وقتی که ما نقاط ضعف خودمون رو بپذیریم و بخواهیم که روی اونها کار بکنیم، نقاط قوت خودمون رو بشناسیم و از این نقاط استفاده بکنیم، همینطور از دیگران انتظار کمتری داشته باشیم، احساس آرامش و خوشبختی میکنیم. شناخت خود، پذیرش خود و نداشتن توقع از دیگران، این یک ریشه مستحکم خوشبختیه. دومین ریشه خوشبختی داشتن روابط انسانی صمیمیه. انسان یک موجود اجتماعیه. حتی اگر که بالاترین موفقیت ها رو هم به دست بیاره، ثروت بسیاری هم داشته باشه، باز هم اگر که روابط انسانی و عاطفی عمیقی نداشته باشه، احساس خوشبختی نمیکنه. احساس پوچی میکنه.
یک شام ساده با خانواده، یک گفتگوی صمیمانه با دوستان میتونه یک آرامش و شادی رو به ما بده که حتی یک مدال هم نمیتونه به آدم بده. سومین ریشه معنا و هدف در زندگی هست. خوشبختی زمانی شکل میگیره که ما احساس کنیم در زندگیمون هدف و معنا داریم. این معنا میتونه از خدمت به دیگران باشه، پرورش فرزندان باشه، خلق یک اثر هنری باشه و یا حتی یک کار کوچیک ولی ارزشمند. نمونهش یه معلمی که ممکنه درآمد زیادی نداشته باشه ولی احساس رضایت و شادی که از پرورش کودکان میگیره و شاهد رشد شاگردانشه و میبینه که اونها به درجاتی رسیدن و موفق بودن و انسانهای ارزشمندی شدن، بزرگترین رضایت رو کسب میکنه، احساس شادی و احساس خوشبختی میکنه، چون متوجه میشه که زندگیش معنا داشته، کار مفید و با ارزشی رو انجام داده. مورد دیگر قدردانی و شکرگزاریه. ذهن ما معمولاً به روی ناداشته ها تمرکز میکنه، نه به روی داشته ها. باید ذهن خودمون رو تمرین بدیم که به آنچه که داریم نگاه بکنه و تمرکزش رو به روی داشته ها بگذاره. تمرین روزانه برای قدردانی از آنچه که داریم، مثلا چیزهای کوچک، حتی سقف بالای سرمون، سلامتیمون، وجود خانوادهمون، فرزندانمون، همسرمون، لبخند یک دوست و نظایر اون. هر شب قبل از خواب 3 مورد رو در یک دفتر یادداشت بنویسیم، 3 موردی که ما قدردانش هستیم. این نوشتن ها به ما کمک میکنه که ذهنمون رو تمرین بدیم که به جای تمرکز به روی ناداشته ها به روی داشته ها تمرکز بکنه و این تمرکز به روی داشته ها موجب آرامش و خوشبختیشه. 5 سلامت جسم و سلامت ذهنه. سلامت جسم و سلامت ذهن بستر خوشبختی است. افرادی که از بیماری‌های مزمن رنج میبرند، حتی اگر موفقیت داشته باشند، ثروت داشته باشند، شهرت داشته باشند، باز هم آرامش و شادی و خوشبختی رو ندارن. باز هم در عذابن. بنابراین ورزش، تغذیه سالم، خواب کافی و مراقبت‌های روانی ابزارهایی هستند که به ما کمک میکنن تا شادی و آرامش داشته باشیم. خوشبختی بدون توجه به بدن و ذهن مثل خونه‌ای هستش که روی یک زمین سست ساخته بشه. خب حالا با توجه به این ریشه های خوشبختی میخوام چند تا توصیه بکنم. اول اینکه موفقیت رو یک وسیله بدونید، نه یک هدف. اگر که موفقیت رو به خودی خود هدف بدونید، همیشه در حال تعقیب هستید. ولی اگر اون رو وسیله‌ای برای داشتن هدف و معنا در زندگی بدونید، اون وقت رضایت و آرامش خواهید داشت و به دنبال آن خوشبختی. مثلا اگر که تحصیلات و به دست آوردن مدرک تحصیلی رو فقط برای کسب ثروت و درآمد بدونید، این کافی نیست. ولی اگر اون رو برای خدمت به جامعه بدونید، اون وقت احساس خوشبختی و رضایت میکنید. دومین توصیه این هستش که وقت بیشتری رو برای خانواده و دوستانتون بگذارید. روابط عاطفی سالم سرمایه‌ای هستش که هیچ ثروتی جایگزین اون نمیتونه بشه. حتی اگر که شلوغ‌ترین برنامه هم دارید، باز هم یه وقتی رو برای همسر، فرزندان، خانواده و دوستان خود در نظر بگیرید. یه تلفن ساده، یک دور همی کوتاه، حتی یک پیاده روی مشترک، اینها میتونن به عمق شادی و خوشبختی شما بیفزایند. سوم اینکه معنویت رو جدی بگیرید. معنویت به معنای اینکه دین خاصی رو داشته باشید و عبادت کنید نیست. معنویت یعنی اینکه ارتباط عمیق‌تری با وجودتون داشته باشید. برای برخی از افراد این ارتباط میتونه در عبادت باشه. برای برخی از
افراد میتونه در خلق یک هنر باشه، برای عده دیگه خدمت به خلق باشه. خودشناسی به ما کمک میکنه که ببینیم که برای ما چه چیزی ارزش واقعی داره. به جای دنبال روی بر معیارهای بیرونی به معیارهای درونی توجه کنیم. زندگیمون رو بر اساس معیارهای درونی بسازیم. چهارمی که برای شادی‌های کوچیک زندگی ارزش قائل بشیم. بسیاری از افراد به دنبال شادی‌های بزرگ هستند. مسافرت‌های گران قیمت، خریدهای گران قیمت، رفتن به رستوران‌های گران قیمت و فنسی و نظایر آن. اما حقیقت اینه که خوشبختی در لذت‌های کوچیک میتونه شادی پایدارتری رو به ارمغان بیاره. مثل شادی که از کمک کردن به یک دوست و حل مشکل دوست به انسان دست میده، یا شادی که از برآوردن خواسته یک کودک به انسان دست میده. اینها شادی‌های کوچیکی هستند ولی بسیار ارزشمند. توصیه آخرم هم این هستش که شکردانی و قدردانی رو هر روز تمرین بکنید. یک دفترچه تهیه کنید و در اون هر شب چند مورد رو که قدردان هستید بنویسید. بعد از یک مدتی متوجه میشید که حتی در روزهای سخت و ناگوار هم چیزهایی هستش که برای اون شکرگزار باشید و قدردانی کنید. این عادت ساده مثل ورزش روح و روانه. موجب میشه که به تدریج نگاه شما به زندگی عوض بشه و روی نقاط مثبت تمرکز کنه. همونطور که برای داشتن یک جسم قوی و سالم هر روز باید به ورزشگاه برید، به جیم برید و تمرینات بدنی بکنید، همونطور هم برای تقویت ذهنتون و تمرکز به روی چیزهای مثبت و احساس آرامش و رضایت باید تمرین بکنید. این تمرین باید روزانه و مداوم باشه. دوستان عزیزم، خوشبختی مقصدی دور نیست. در همین لحظه ها و در همین انتخابات کوچک روزانه ماست. اگر چشم دل رو باز بکنیم و با چشم دل نگاه بکنیم، متوجه میشیم که خیلی چیزهایی هست که میتونیم برای اون قدردان باشیم. به یاد داشته باشید که موفقیت زیباست، اما زمانی ارزشمند است که با محبت و با معنا گره بخوره. خوشبختی رو در لبخند کسی ببینیم که دوستش داریم، در خدمت کوچیکی ببینیم که به دیگری میکنیم، به آرامشی که شب قبل از خوابیدن احساس میکنیم. هر کدام از ما میتونیم خالق خوشبختی خودمون باشیم. اگر که به جای دویدن به سوی فردا، همین امروز رو زندگی کنیم. دوستان خوبم، بیایید از همین امروز تصمیم بگیریم که بیشتر قدردان باشیم، عمیق‌تر دوست بداریم و ساده‌تر زندگی کنیم. همین انتخاب‌های کوچک خوشبختی بزرگ ما را می‌سازند. ممنونم از اینکه تا انتهای برنامه با من همراه بودید. اگر این ویدیو رو مفید دونستید، اون رو با دوستانتونم به اشتراک بگذارید. نظر خودتون رو هم در کامنت ها بنویسید و لایک و سابسکرایب رو هم فراموش نکنید. با آرزوی خوشبختی برای تک تک شما تا ویدیوی آینده، بدرود.